وقتی برگشت به خونه کتابو دید، اما اون کتاب نفرین شده بود. تیم کیسی رو تقدیم می کند. 8 جون 2003. مرد مسنی بعد از یه روز پرمشغله کاری با آپارتمانش برمیگرده تا کمی استراحت کنه. اما وقتی میخواد در خونش رو باز کنه، دقیقاً روبروی درب خونش روی زمین متوجه کتابی بدون جلد میشه. یک کتاب عجیب. بنابراین اونو با خودش به داخل میبره و از روی کنجکاوی اونو باز میکنه. اما برخلاف انتظار توی تک تک صفحاتش به جای کلمات جای چنگ روی صفحات بود. پیرمرد شوکه شده بود. توی یکی از صفحات یه تار مو با چند قطره خون قرار داشت. از اونجا که هیچی از کتاب نفهمیده بود برمیگرده به تختش تا کمی بخوابه. اما با یه صدای مرموز مثل صدای پا از خواب بلند میشه و به پذیرایی میره. چیزی که میبینه باور نمیکنه. دقیقاً روبروی در یه زن با موهای مشکی ایستاده بود. توی یه چشم به هم زدن زن ناپدید میشه. اون فکر میکنه به خاطر کمخوابی خیالاتی شده و دلش رفته در ببنده و چیزای عجیب میبینه. پس در میبنده و اونو قفل میکنه. وقتی به تختش برمیگرده دوباره همون صدای پا، صدای زمزمه اونو از جاش بلند میکنه. دقیقاً کنار مرد اون زن توی اتاق ظاهر میشه. چشمای زن قرمز خونی، صورت سفید. سمت پیرمرد هجوم میاره و در گوشش میگه تارموی منو از کتاب بیرون بیار و اونو کنار در بذار. پیرمرد از ترس به خودش میلرزید. وقتی زن خواست از در بیرون بره، پیرمرد خواست بهش بگه که در قفله، اما زن مثل یه روح از در عبور کرد. صبح روز بعد وقتی که پیرمرد از خواب پا شد، هنوز زمزمه زن تو سرش میپیچید. همون کار رو انجام داد. تارمو رو از کتاب بیرون کشید و کتابو گذاشت جلوی در. تارمو کنارش روی زمین. اونا رو روی زمین رها کرد و از خونه بیرون رفت. وقتی که از محل کارش برگشت، نه کتاب نه تارمو هیچ کدوم دیگه اونجا نبودن. اما پیرمرد هیچ وقت اون کتاب نفرین شده رو فراموش نکرد.